خب آیوار حالت چطوره؟ چه کارا میکنی؟ خدا رو شکر میگذره، همش کار و درد. خب خدا رو شکر سرت شلوغه پس. آره تو چطوری؟ خودت خوبه؟ من والا نه خیلی تعریفی نداره، نمیدونم چی بگم. والا یه طوریه دیگه اوضاع. علی رضا ببخشید من باید برم کارم. ما هنوز حرف نزدیم که. دیگه بذار واسه یه وقتی دیگه الان حرف. باشه هرجور راحت. فعلا خدا. باش فعلا. نمیدونم احساس میکنم کسی حرفای منو نمیشنوه. انگار همه حرفای مهمتر دارن واسه زدن. یه لحظه یکی مکس نمیکنه بشنوه من چی میگم. من نمیدونم چرا اینجوری فکر میکنی علی رضا. من که همیشه خوب گوش میدم. آره خلاصه واقعیتش رو بخوام بگم یک همچین حسی دارم. کسی رو ندارم راحت باهاش حرف بزنم و احساس میکنم تو حرفای منو بهتر میفهمی. خاطر همین میخواستم اگه بشه باهات راحت تر حرف بزنم. من برم دیگه. من هنوز حرفی نزدم که داشتم درد دل میکردم. با حرفات یه جوریه واقعا اذیتم میکنه. باشه هر جور راحتی. خداحافظ. خداحافظ.